سلام. امروز اومدم الموج مسقط که یکی از قشنگترین جاهای مسقط هستش که آخر ویدیو بهتون نشون میدم که چه شکلیه، که اگه شما هم دوست داشتید بیایید و ببینید. امروز میخوام راجع به موضوع صادرات به عمان باهاتون صحبت کنم. چیزای زیادی که توی اینستاگرام خودم این چند روز دوباره دیدم و بابتش هرس خوردم و خواستم یک سری از مطالب رو صادقانه بهتون بگم. دوستای عزیزم، من یه موضوع رو براتون مثال میزنم، حالا دیگه شما تصمیم بگیرید در نهایت میخواید چیکار کنید. یه عددی رو به شما نشون میدن، بعد میگن که واردات عمان مثلا از صنعت مبلمان توی سال 2024 این عدد بوده و حالا شما اگه دارین توی این صنعت فعالیت میکنین از بازار عمان مثلا غافل نشید. خب من حالا مبلمان رو به عنوان مثال عنوان میکنم خدمتتون، ولی اینجا چند تا سوال پیش میاد. اول اینکه درسته عمان این عدد رو وارد کرده، این عدد مبلمان رو وارد کرده، حالا از لحاظ دلاری اگه بخوایم عنوانش کنیم، ولی از چه کشورهایی وارد کرده؟ سهم ایران تو این واردات چقدر بوده؟ اگر زیاد بوده که خب یعنی اینکه توی عمان به مبلمان ایرانی علاقه دارن، پس شما هم غافل نشید از این مسئله، تشریف بیارید اینجا و بازاریابی خودتون رو داشته باشید و مشتریای خودتون رو پیدا کنید. ولی اگه سهم ایران زیاد نبوده و بیشتر این مبلمان مثلا از عربستان وارد شده به عمان، دلیلش چی بوده؟ باید دلیل اینو پیدا کنیم. صرف اینکه عمان وارد کننده مبلمان بوده دلیل نمیشه اینکه شما بتونید توی این صنعت موفق بشید. موضوعی که میخوام بهتون بگم این هستش که شما اگر قصد دارید کالایی رو به عمان صادر کنید، بهترین کاری میکنید این هستش که بیایید حتما بازار رو خودتون ببینید. این که بهتون میگن ما میایم نمونه کار شما رو میگیریم میاریم اینجا براتون مشتری پیدا میکنیم، من فکر میکنم فریبی بیش نیست. در اکثر مواقع البته تاکید میکنم شاید کسانی هم باشن بتونن این کار رو انجام بدن. دومین مسئله‌ای که وجود داره اینه که این پکیج های صادراتی که داره به فروش میره چه ضرورتی داره که ما یک پکیج صادراتی تهیه کنیم وقتی که تمام سوالاتمون رو میتونیم از اتاقهای بازرگانی و گمرک بپرسیم؟ چرا باید بریم پکیج بگیریم؟ حالا صرف این که ما با چند تا لغت گمرکی و صادراتی آشنا بشیم ارزش داره بریم چند میلیون پولمون رو بدیم؟ اگر ما صادر کننده حرفه‌ای میخوایم بشیم، آیا بهتر نیست خودمون سعی کنیم اون دیتا رو به دست بیاریم و بعد تصمیم بگیریم که میخوایم وارد این حوزه بشیم یا خیر؟ پس چیزی که ازتون میخوام اینه که اگر میشنوید توی یک حوزه‌ای، توی یک صنعتی داره یک رقم زیادی کالا وارد یک کشوری، حالا به عنوان مثال عمان میشه، سعی کنید ببینید که اون کالا آیا چند درصدش ایرانی بوده، کالای ایرانی توی اون کشور طرفدار داره یا نداره، از لحاظ قیمتی با رقباش در چجوری هسته، ارزونتر گرونتره. توی عمان چیزی که من میدونم اینه که خیلی کالاهای گرون نمیخرن، چون 80% مردم تقریبا قشر متوسط هستن و ترجیح میدن کالاها از چین و هند باشه که قیمت خیلی پایین تری داره و بعضا اون کیفیت مد نظر اونا رو هم تأمین میکنه. یه سری از کالاها که من خودم راجبشون تحقیق میکردم، قیمت کالای ایرانی خیلی گرونتر از کالاهای هندی بوده. پس سعی نکنید تحت تاثیر فضای پرتب و تاب اینستاگرام قرار بگیرید و پولتون رو بابت مشاوره های الکی و بابت پکیج هایی که چیزی بهتون اضافه نمیکنه پرداخت کنید. اگه سوالی داشتید توی کامنت ها بپرسید، تا جایی که اطلاع داشته باشم سعی میکنم حتما بهتون بگم. دیگه هرس خوردم بسه، بریم بهتون الموج نشون بدم که جای واقعا قشنگیه. شب و روز بر شما خوش.